از آغاز تا ختم ماه عقرب سال 1403 هجری شمسی از طریق خطوط آهن وزارت فوایدنامه افغانستان 452031 متریک تن انتقالات صورت گرفته است. در این میان از طریق بندر حیرتان 336233 تن، بندر آقینه 40788 تن، بندر ترغنده 70780 تن و بندر خواف هرات 4229 تن که مجموعاً 452031 متریک تن که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و دیگر مواد است به کشور وارد و صادر شده است. در مجموع انتقالات یک بخش آن ترانزیت و صادرات می باشد. در ماه عقرب 1957 تن اموال تجارتی صادر شده است که مقدار زیاد صادرات میوه خشک و جوس آب انار است. هرچه سطح صادرات و واردات از طریق خطوط آهن افزایش می‌یابد، فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم می‌شود، عواید ملی افزایش می‌یابد و راه به سوی ثبات اقتصادی، توسعه و خودکفایی فراهم می‌شود. تاجران عزیز، اگر می‌خواهید اموال تجارتی خود را به شیوه مسئول، ارزان و سریع از طریق خطوط آهن انتقال دهید، همکنون به مدیریت خط آهن وزارت فوایدنامه افغانستان مراجعه نمایید. وزارت فوایدنامه همواره تلاش می نماید تا شرایط مناسبی را برای انتقالات و سهولت‌های بیشتری را برای تجاران فراهم نماید.